در داخل مسجد حتی سخنهای غیر شرعی بود. مثلا در دعای خیر میگفتن که ارباب‌ها یار پیرا مددگار میگفتن، یا بابای دهقان تربیت کند میگفتن. من این سخنها رو بسیار بسیار در موضوعها در جنازه ها تکرار میکنم که این سخنها شرک است. باید دهقان بام تربیت کنند، امام اعظم بام تربیت کنند. باید دهقان بام تربیت کنند، امام اعظم بام تربیت کنند. بعضی موسیقیده ها حتی معناش هم نمیفهمیدند و همین اذیت کردگی حتی حرکت میکردن ترک کنن، لیکن زبانشون میگفت چون که عادت کردگی بود. گویا یک دعای مانند شعر حفظ کردگی همین دوامش می آمد. ارباب‌ها یار پیرا مددگار در داخل مسجد. به جای اینکه از الله یاری پرسیم از گذشتگان یاری میپرسیدن. گذشتگان تربیت کند میگفتند. این چیزای ما بسیار تاکید میکردیم و همین تمامی برآمدهایم اگر در موضوع غیر عقیدوی باشدم در آخرش همین موضوع رو چی علاقمندی به توحید دارد یک جایه کرده، در آخرش یک دو جمله درباره توحید سخن کرده، بعد صحبت به آخر میرساند.